بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. یک موردی رو میخواستم عرض کنم و جوابش رو از شیعه ها میخوام. آیه شریفه لا اکراه فی الدین قد تبین من الرشد والغی یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله و استمسک بالعروة الوثقی. این آیه شریفه رو آقایون آخوندا عروة الوثقی رو تعریف میکنن و تفسیر میکنن، تفسیر به رأی با هوس خودشون، که منظور حضرت علی است، در صورتی که قرآن است. یعنی که خداوند میفرماید به ریسمان خدا قرآن متوسل شوید، چون قرآن مایه هدایت و شفاست. میخواستم اینو آقایون شیعیان که تلفن میکنن، به خصوص این آدمخواران ولایت، جواب بدن با سند و مدرک که از کجا آوردن این تفسیر رو که عروة الوثقی یعنی حضرت علی رضی الله عنه. لطفا جواب بدن، منتظر جوابشون هستم. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما و السلام.